ناقل تدقیق شونده در شتاتیف محکم کرده شده است. یکی از نوک‌های وی به پیوندکنکی منبع وصل شده است. وصلک لغزنده به کلید به امپرمتر و امپرمتر به پیوندکنک دیگری منبع پیوست کرده شده است. زنجیر را پیوست میکنیم. قید میکنیم که نشانداد امپرمتر در ابتدای تجربه به 1 امپر برابر است. دروازه ناقلی در زنجیر پیوست را کم کرده وصلک لغزنده را به طرف راست میکوچانیم. قوه جریان در این مورد می افزاید. نگاه کنید که چی طور هنگام تغییریابی دروازه قسمی ناقل قوه جریان از آن جاری تغییر می یابد.